در مورد سفر به کشورهای مختلف برای جهاد، حدود 15 سال پیش من در یک برنامه صحبت کردم. دوست عزیز تاجیکی سوال کرده بودن که ما برای جهاد میخوایم بریم عراق. همون موقع من گفتم اینایی که امروز داد میزنن که برای جهاد برید عراق، گفتم اینها هدفشان این است که تاجیکستان را از جوانان مسلمان و دیندار و با غیرت خالی کنند. این یک پروژه استخباراتی است بین استخبارات روسیه و تاجیکستان و استخبارات جهان. چرا؟ تو جوان با زن و بچت بلند میشدی، از تاجیکستان میرفتی روسیه، از روسیه میرفتی ترکیه، از ترکیه میرفتی سوریه، از سوریه میرفتی عراق. کسی جلوی تو رو نمیگرفت. در حالی که امروز یک شبهه‌ای هست در مورد یک نفر، میریزن در خانهش در تاجیکستان، رو میگیرن ترمه میکنن یا زندان میکنن. پس اونا از همه چیز خبر دارن و از همه چیز خبر داشتن. به همین خاطر 3-4 هزار نفر جوان تاجیک رو فرستادن در عراق. در اونجا همه اینها کشته شدن. تعداد کمی از حدود 1000، شاید کمتر، بیشترشان تانستن خودشون رو نجات بدن، آمدن به ترکیه و به کشورهای دیگه. در اونجا هم تحت تعقیب قرار گرفتن. بعضیشون کشته شدن، بعضیشون که به تاجیکستان برگشتن زندانی شدن، بعضی کشورها گرفتن به تاجیکستان دادن. زن و بچه کسایی که کشته شدن، تعداد زیادی از آنها تا الان در زندانهای روافض در عراق هستن. به عزت صدها خواهر تاجیک ما در اونجا تجاوز صورت گرفت. تعدادی رو که برگشتانن به تاجیکستان که در چه وضعیتی زندگی میکنن الله متعال میداند. پس ببینید، گرفتن کشور رو خالی کردن از این جوانها و ملت عراق، مجاهدین عراق نیاز به مجاهدین تاجیکستان نداشتن. این رفتن سفر کردن از این کشور به اون کشور به بهانه برف جهاد و فلان این چیزا، اینا همه یک بازی‌های استخباراتی است. پاکستان چطور دیندارها و مسلمانای پاکستان رو تصفیه کرد در زمان پرویز مشرف؟ راه رو باز کرد، گفت برید جهاد افغانستان، در حالی که پایگاه‌های هوایی پاکستان توسط نیروهای آمریکایی استفاده می‌شد برای زدن مجاهدین. از یک طرف مرزهای خودش رو باز کرده بود که برید جهاد افغانستان. علمای پاکستان مولوی فضل الرحمن خود صبح تا شام برید جهاد افغانستان، جهاد است. چی شد نتیجه؟ 20-25 هزار جوان پاکستانی رفتن در افغانستان، با مجاهد که نرسیدن، هیچی به مجاهدین نرسیدن، در همون راهها بمباران شدن، همه کشته شدن. چی شد نتیجه؟ پاکستان شر 20-25 هزار جوان حماسی به اصطلاح که دین میخواستن، شریعت میخواستن، همه اینا رو تصفیه کرد در افغانستان. تاجیکستان تصفیهشان کرد در عراق. همینطوری کشورهای عربی فرستادن افغانستان، سوریه، عراق تصفیه کردن. تا که ما جوانها، ما مسلمان ها باید فریب این بازی های استخباراتی کشورهای کافری رو، کشورهایی که در خدمت کفار هستن رو بخوریم و جوانهای خود ما رو اینطوری به کشتن بدیم؟ عزت و ناموس، شرف نوامیس خود ما را در اختیار روافض و دشمنای دین قرار بدیم؟ نباید انسان، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که المؤمن کیس فتن، مؤمن باید زیرک و هوشیار باشه. یک بار در جهاد اول در افغانستان شد، در جهاد دوم شد، در سوریه شد، در عراق شد. نباید همیشه ما مسلمانان اهل سنت فریب بخوریم. مثل داعش که امروز یک پروژه استخباراتی غرب هست، فقط به خاطر چی؟ به خاطر از بین بردن اهل سنت. هر جا ببینید مسلمان، دعوتگر، عالم باشه، داعش رو ترور میکنه. این مرتد است، این کافر است، این فلان است. امروز ببینید همین داعشی ها در سوشال میدیا صبح تا شام، از شیخ صالح پردری گرفته الی ماشاءالله، همه ما کی هستیم؟ اینها نمیدونم مرتدن، اینا فلانن، اینن اونن. گاهی دیدید اون نشسته باشن مثلا برای شارون، برای ریگن، برای بوش مثلا صحبت کرده باشن؟ هرگز. پس فریب این بازی ها رو نخورید که والا ما میخوایم از افغانستان بریم به جهاد به کشور دیگر و از کشور دیگر برن به جهاد به کشور دیگر. این در صورتی است که اگر نفیر عام باشد، در یک کشور اسلامی مسلمانان در مقابل کفار جهاد میکرده باشند، زورشان نرسد، تعدادشان کم باشد، در اون صورت به نزدیکترین همسایه مسلمانان واجب است که آنها را کمک بکنند، با سلاح، با افراد، با نیرو. اما این نه، در پاکستان مثلا یا در افغانستان، در کشور دیگه 4 نفر پیدا میشن، الا جهاد است اینجا، معلوم نیست که این کی هست، برای چی است، کی اینا رو ساخته، اهدافشان چی است، و ما مسلمان همینطور میریم مثل گوسفند قربانی میشیم در اونجا. این کار اشتباه است.